الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. ما شهروندان جمهوری تاجیکستان امروز در نزد بینای سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشاو گرد هم جمع آمده ایم تا پیام خود را به رژیم جنایتکار امام علی رحمان، مردم شریف تاجیکستان، کشورهای دوست، سازمانهای حامی حقوق بشر و کفیل صلح تاجیکان برسانیم. پیام ما به رژیم این است: از بازداشت مادران و خانواده های محبوسان سیاسی دست بردارید. تعقیب و بازداشت و باختن تهمت ها را نسبت به ادوکات های با غیرت و به ناموس ملت خاتمه بخشیده تمام ادوکات هایی که با انگیزه های سیاسی بازداشت شده اند آزاد نمایید. دیگر نمی شود که همیشه با دروغ، تهمت، سرکوب کنی، شکنجه، غارت مردم خود، حبس های طولانی و قتل و کشتار حکومت کنید. ما باوری کامل داریم که آن روز که شما به جزای عملتان برسید و در نزد ملت تاجیک جواب دهید دور نیست. شما حالا فرصت دارید که تاجیکستان را به صاحبان اصلیش و واقعیش که مردم شریف آن می باشند واگذار کنید. در عکس حال با این همه ظلمی که سر این مردم کردید هرگز امیدی بخشش را برایتان یا در وجودتان جا ندهید. پیام ما به مردم شریف ستم دیده تاجیکستان این است که این رژیم جنایتکار برای ماندنش در سر قدرت همه جنایت ها را انجام داد. در مدت 24 سال مردم را آواره و سرگردان کرد و کشور را به خارجیان فروخت. بهترین فرزندان ملت را کشت و یا پشت پنجره کرد و صدها هزار جوان تاجیک را به کشورهای دور مهاجر، سرسان و سرگردان نمود. حتی به مادران تاجیک هم رحم نکرده آنها را با هر گونه تهمت و بهتان بازداشت و زندانی نمود. ما تمام این عملهای ضد انسانی و ظالمانه رژیم را محکوم نموده آزادی هر چیز زودتر ادوکات ها مخصوصا یاروها را طلب می نماییم. ما اعلان میکنیم که تا آزادی بازداشت شده ها و تمام زندانیان سیاسی با استفاده از تمام وسیله های مشروع مبارزه های خود را ادامه خواهیم داد. از مردم شریف کشورمان نیز خواهش آن را داریم که به دروغ و تهمت های حکومت خودکامه و ظالمانه رحمان باوری نداشته باشند و کوشش آن را کنند